به نام خدا. قصه عشق ملکان و میر بگده. بعد از اینکه جلب و تمور برادران ملکان و سربازانش توسط حاکم هاران میر چاکر کشته میشن، ملکان پیش حاکم بمپور میره و جواب رد میشنوه. پیش حاکم کوهک ملک شمسدین میره و جواب رد میشنوه. به طرف بمپوش حدیران به راه میافتن. بعد با خبر میشه که میری در بمپوش در حدیران است که اونجا با غلامش یوسف میره که نزدیک میدان میرسن. میر بگده که لباس شکار تنشه میبینن. ازش میپرسن که خونه میر بگده کجاست. میر میگه شما پشت اون کوه برید، اونجاست. وقتی کمی دور میشوند میر دوان دوان از راه میدان میدوه که میدان امروزی به خاطر همین اسمش میدان میذارن که میر از اونجا دویده که جلوتر از ملکان به خونه میرسن و لباسش عوض میکنه و لباس سرداریش میپوشه. وقتی ملکان را پیش میر میارن، ملکان میر رو میشناسه. میگه تو همونی نیستی راه را به من نشون دادی؟ میر تبسمی میکنه، میگه کار من شکار و تنهایی تو کوها را دوست دارم، ترسی هم از کسی ندارم. چند وقتی ملکان حرف نمیزنه. ملکان میگه ای رند تگران، ای فرزند چاکر رند، من برای خوردن و خوابیدن اینجا نیومدم. من دلم خونه، برادرهایم چاکر کشته. میتوانی انتقام 40 نفر از اقوام را بگیری، یا تو مثل حاکم بمپور و حاکم کوهک جوابم را رد میکنی؟ میر میگه تو میار منی، تو مهمان منی، مهمان از جانم عزیزتره. من میرم یا کشته میشم یا با سر چاکر پیشت میام. دود چنگی در دزدی همیشه خاران میرفت، رهنمای خوبی بود. و میر بگده غلامش پیش دودا که همز جهان زندگی میکرد میفرسته و به دودا میگه ای دودا، آیا با من خاران میایی؟ دودا میگه به یک شرط. میر میگه چه شرطی؟ دودا میگه همون نهلستانی که مال همون کشاورز فلان کشاورز به من بدی من میام. میر میگه از من بعیده که مال خواری کنم. دودا میگه تو مال با بهانه ازش بگیر. کنیزت بفرست که بره باغش پیاز بیاره. وقتی رفت، کشاورز اونجا هم پارچه میدوزه. کنیز بهش نزدیک بشینه، صحبت کنه. وقتی سوزنش به بدنش بخوره، دیگه شکایتش پیش تو بیاره که کشاورز منو زده. طبق همین نقش کنیز میره. وقتی سوزن به دستش میخوره، کنیز داد و بیداد میکنه. من کنیز میر هستم، تو به من دست درازی کردی. شکایت پیش میر میاره و کشاورز را فرا میخوانن. میر میگه تو حقداری کشتشی. کشاورز فریاد میکنه همه نهلستان من مال شما، جان من مال من. میر میگه فکر خوبیه، کشتن تو برایم فایده ای نداره، ولی تو شریک نهلستان من باش. نصفش مال من، نصفش برای بچه هایت و نصف من مال دودا. میر میگه 40 شتر بردارید و داخل خرجینی که سربازانش داخلش برن بدوزید تا نواب پاکستان فکر کنه بار با خودش دارن و تجار هستن، تا کسی شک نکنه برای جنگ آمدیم. درست کنید به راه بیفتیم. وقتی نزدیک منطقه چاکر میرسن، دودا را برای جاسوسی میفرستن. دودا در حال میره که روسیه. وقتی رقاصا در حال رقصن، دودا جوگیر میشه و شروع به رقص کردن و آواز خواندن میکنه. میگه دودای مچاره گشالوکا، رنده پچاره گو بورن چابوکا. به دودا میخندن، میگن دودا دیوانه شده. دودا در چادر پنهان میشود و نانهایی که کنار تنور گذاشتن
زنها در حال پختن قلاب میزنه و نانها را میره و داخل چادرش میذاره. زنی که نان میپزه با زنهای دیگر دعوا میکنه: خسته شدم، نان میپزم شما میخورید. زنی که عاقل بوده میگه: دعوا نکنید، کنار این نانها را ببینید، یکی گلاب زده، نانها را میدزده. یکی میگه: حتما کار دودا است. همین دوربر حتما هست. دوربر نگاه کنید. و دودا وقتی متوجه میشه فرار میکنه. زنها فریاد کشان دنبالش میکنن تا دودا به میر میرسه و نانها را به آنها میده. میر عصبانی میشه که آرد و نان خودمون داریم، تو دست از دزدی بر نمیداری؟ حالا همه باخبر شدن، ما شما اینجاییم، زودتر حمله کنید. حمله میکنن و چاکر را میکشن و میگه سر خوشگلترین پهلوانانش انتخاب کنید و 41 سر با سر چاکر جدا کنید. داخل روغنهای داغ بذارید تا بو ندن و بر میدارن به حدیران میان و سرها را تقدیم ملکان میکنن. میگه بهترین سربازانش و خودش رو تقدیمت میکنم. ملکان میگه 40 نفر از من کشته بودن، اینها که 41 نفرند. میگه یکی برای منه و ملکان عاشق میر میشه و پیشنهاد ازدواج میده و با هم عروسی میکنن. از اون طرف ملک شمس الدین عموزاده ملکان با خبر میشه و لشکر کشی میکنه که ملکان بدون اجازه من چرا ازدواج کرده. وقتی نزدیک حدیران میرسن چوپان میرو میزنن و گاوهاش میکشن. به لشکر میدن که چوپان خبر را به میر میرسانه. میر لشکر آماده میکنه که ملکان جلوش میگیره. میگه من خودم میرم، ملک شمس الدین پیشت میارم. ملکان پیش ملک شمس الدین میره و بهش میگه تو اگر عرضه داشتی مرد بودی خون برادرهایم میگرفتی. حالا من به خاطر این که کسی نداشتم، سرپناهی نداشتم، مردی میر بگده را دیدم، باش ازدواج کردم. حالا تو غیرتی شدی؟ میر خواست بیاد تو را نابود کنه، من نذاشتم. اون با 40 نفر خاران رفت، یه لشکر را کشت. اگر بیاد تو را با خاک یکسان میکنه. بیا با من پیشش بریم تا من ضامن تو باشم تا تو را نکشه. ملک شمس الدین با ملکان پیش میر میآیند و ازش معذرت خواهی میکنه و میر دستور میده مهمانی بزرگی درست کنید که جشن بگیریم. فامیله های من اومدن و ملک شمس الدین به خاطر محکمی پیوند خویشاوندی شمشیر خودش به پسر میر کریمداد میده و با میر خداحافظی میکنه و به قلمرو خودش برمیگرده. وقت پیری پسرش کریمداد میر میشه. ولی سبزوق دختر میر میخواد شوهرش میر شیرو باشه. به پدرش پیشنهاد میده که میر بگده به پسرش میگه میری را به شیرو بده. کریمداد قبول نمیکنه. میر بگده به کریمداد میگه میخوام سرم را بتراشم، برو استرگ همون ماشین سرتراشی که خونه سبزوق است پیش من بیار. وقتی کریمداد خونه خواهرش میره، کنیز داره پشهای سر خواهرش که چادر سرش نیست میگیره، خجالت میکشه. میاد پیش میر میگه اونجا نبوده و میر به شیرو میگه برو تو بیار. اون میره، چون خونه خودش بوده میاره و تحویل میر میده. میر رو به کریمداد میکنه که شیرو داماد تو است، غیرت تو خونه شیرو هست، پس چطور میری را به غیرتت عزتت نمیدی یا میری برایت اینقدر شیرینه؟ کریمداد قهر میکنه و به گوادر میره و اونجا ازدواج میکنه. وقتی هم بستر شدن با زنش، کلانچ همون پوست شتر که به جای لحاف بود بر صورت زنش میکشه
تا چشم زنش به بدنش نیفته. از بس که آدم حجالتی بوده و مردم بهش لقب کلانچ میدن. میر بگده فرزندانی به اسم گنجو، سبزوق، عزیز و آهر گنجی که سهم گنجو بود در سیدرم به لطف پنهان میکنه که گنجو فرزندی نداشت که با شعر اینطوری میگه: گنجو بگده ای سی سورن سری سی هارن گوری سیدرم به لطا زیر خطا تنبار تها.